السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اپا خواهرا اکو دادرا، یعنی این ویدیو خاص به خاطر الله و به خاطر اون مادران و اون خواهران و اون اپاهایی که نزد فالبینا و نزد اون ساحرا نزد اون جادوگرا می روند، خاص یعنی برای همونها هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هي زوجة صالحة. یعنی دنیا به مثل یک متاع است، به مثل یک توشه است، به مثل یک چیزی است. مثال بگیریم یک دسترخوان باشه، اگر در داخل هم دسترخوان بهترین چیزش یعنی چی را پیدا میکنی، یا آوه یا نانه، یکون چیز بهترین یعنی پیدا میکنی، هم چیزا میخری. و همچنین بهترین و افضلترین و مهمترین چیز دنیا، یعنی از همه چیز بهتر، این زنی پاک دامنه، زنی صالحه های. یعنی خوش به حال شخصی که زنی صالحه در طاعت عبادت الله، در خدمت شوهر، در خدمت پدر مادر. الله سبحانه و تعالی صرف این گونه زنها را زیاد کنند. و وای بر حال شخصیت هایی که و اون مادرانی که خودشون مادر میشمرند و نسبت کیلن هاشون، نسبت دخترایی که از شوهرشن، یعنی زنی دیومن از زن یکم شوهرش بگیم دختر داره که زن فرزند داره یعنی کودک داره، نسبت اونها سحر و جادو میکنن. یکی اون حرکت میکنن که نعوذ بالله تا اینکه اونها فرزنددار نشن، اونها جدا شوند، اونها نابود شوند تا اینکه ملک مال به فرزندهای ما بمانند. عیاذا بالله. این دنیا به کس وفایی نمیکنه و نکرد و الله سبحانه و تعالی لعنت کرده که دنیا را. در این دنیا فقط ما برای عبادت الله سبحانه و تعالی ما و شما را خلق کرده است. الله فرموده است که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من نآفریدم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر آنی که من عبادت بکنند. ما باید الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم، نه اون ساحرا را، نه اون بدبخت های ظالمایی که ظلم میکنن. از الله بترسین. ظلمشون میکنین، سحر و جادوشون میکنین، حرکت میکنین که از شوهراشون جدا شون، حرکت میکنین که یعنی بی فرزند شون. یعنی هر کاری که کردین، هر عمل بدی کردین نسبت فرزند یک کس، نسبت دختر یک کس، نسبت زنی کسی، همون چیز انتظار باشین، یا که در خودتون، یا که در فرزندتون، یا که در نویراتون، یا که نوساتون، یا که در خودتون، همون چیز انتظار باشین. این دنیا یعنی چخیل که به زبان روسی میگن بومیرنگه، یعنی بر میگرده. هر کاری کردی پیغمبر خدا میگه چی کاری کردی همون چیز انتظار باشه. دیدیم که مدوده چگونه کردی همون چیز انتظار باشه. اگر خانه یک کس بگیم با انگوش زدی، در خانه تو با مشقتی میزنن. اگر مشقتی زدی با شته انتظار باش. با همون خاطر دوستانی عزیز و برادران عزیز، از الله بترسین. اپا و خواهرایی که نزد اون ساحرا میرین، دنیا کرایه نداره. یعنی ببینید که اکثریت مردم یعنی مرگ غفلت میآید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که یکی از نشونه های قیامت این مرگ غفلت است. اکثریت جوانا یعنی از دنیا میگذرن، یعنی به یگون بیماری یگون چیه که میبینید که در یگون صدمه دچار شدن. همون اپاهایی که رفتین دست به سحر و جادو زدین، از الله بترسین. فقط به خاطر الله برین همون سحر و جادوتون بگیرین. آخی نمیدونین که الله سبحانه و تعالی قرآن شفا کرده برای مؤمن ها. شما میرین سحر و جادو میکنین، یعنی نعوذ بالله کافر میشین، دست به کفر میزنین. والله حالی اونها رو میبینم، من گیران میشم. من در جای همونها یعنی زن فرزند خدمت میبینم، پدر مادر خدمت میبینم، گفتی که با کود داره خدمت میبینم، دیلم میسوزه. من همین از سوزش قلب گفته هستم با والله. یعنی این کار شوخی نیست، کاری اندکی نیست. شما دست به شرک میزنین، دست به کفر میزنین. خدا نکنه شما همون روز یعنی بم برین از دنیا، یعنی شما به ایمان میرین. پس از آنی که مثال این کارا رو کردن خطانه، یعنی مادری میشمارین که جنت زیر پای شما هست. نه با والله شما اون مادرانی نیستین که جنت زیر پای شما هستن که دست به سحر و جادو زدین، دست به کفر زدین، دست به آن چیزایی که الله سبحانه و تعالی حلالش فرموده است شما حرامش کردین، به حرام کرده های خدا زدین. اگر همو لحظه و زمان از دنیا شما بمرین، نعوذ بالله کافر میبرین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که پیش خالبین رفت، هر کسی که پیش جادوگرا رفت، نعوذ بالله یعنی کفر کرد، کافر شد به هر آن چیزی که
نازل شده است با محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی بعضیش است، یعنی مادرانی دویم مادرانی همونه، یعنی پدرشون زنی دیم گفتگی زنی دیم، یعنی سحر و جادو میکنن که یعنی فرزندها یکمش یعنی بمبرن یا اینکه از خونه بروان. اکثریت میگه مادرها در روسیه بیچاره یعنی مبتلان به سحر و جادو میان، به خاطر اینکه یه لقمه حلال به دست بیارن، محتاج کسی نشون. از سبب سحر و جادو والله اکثریتشون جدا شدگی هستند. اکثریتشون از فرزندها، از پدر مادرها، از زن شوهر همش جدا شدگی هستند. سببش در چه؟ سببش در این کاری سحر و جادو است. والله هر کاری کرده همون چیز انتظار باشه. اکثریت از سحر و جادو میکنن که همون انسان بمبره. آخه وقتی مرد رزق روزی جانبی الله های، وقتی مرد جادو قشاد میشه، نه یک پرابلم دیگه بالای تو میه. وقتی که از دنیا گذشت جنای اونها که برآمدن از بدنی اون، وقتی انسان میبره جن از بدنی خارج میشون، میان در بدنی تو میدراین. هر کاری کردین والله که حالی هم یعنی وقت دارین، فرصت دارین، توبه کنین نزد پروردگار، برگردین به سوی پروردگار. الله میگه که کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است. نه همه ما و شما مرنده هستیم، میمیریم این روز یک فردا، و ما نمیدونیم که فردا چیکار میکنیم. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و ما نمیدونیم فردا چیکار میکنیم و کدام عمل قطعی مشغول هستیم. و ما تدری نفس به ارض تموت، و ما نمیدونیم و در کدام زمین و در کدام قبیله دروی دنیا از دنیا میگذریم. اکثریت مردم یعنی در روسیه یا که در خارج قزاقستان، قرقیزستان، در دیگر شهرها یعنی از دنیا گذشتن. یعنی ما نمیدونستیم که در همونجا میمیریم، یعنی جوان بودن اما متاسفانه از دنیا گذشتن. مرگ اومد یعنی چون تا میگیرن. ما نمیدونیم فردا چیکار میکنیم. خیلی نیست. الله چی میگه؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسین از اون روزی که برمیگردین به سوی اون پروردگاری که من تو را خلق کرده است. بترسین از اون پروردگاری که خالق من تو هست. او والله بالله تالله که هر کاری کردین همون چیز انتظار باشین. از او سخت‌تر شه، از او بالاتر شه، از او وزمین‌تر شه، بالای شما میآید. الله چی میگه؟ و ما هم بضارین الا باذنه، یگون چگون ضرر نمی‌رسه مگر به اذن الله. یعنی شما رفتین همین کار خواستین، یعنی جین ها، یعنی با همراه جین ها و شیطان ها شما سر کار کردین، یعنی با اونها یعنی رابطه بستین. حرام کاری اونها میگن، یعنی مرغ سیاه، ناخون، موی سر، یعنی موی پیش از مرد زن، نعوذ بالله، برای قبرستان خاک بیارین، برای در قبرستان گور کنین، برای در پیش کدام درخت، برای در آب، هر کاری که میگن برای شما میکنین. شو میگم شو بخیز هم کار رو بکنین، علاوه بده در بده هم کار رو شما میکنین. اگر که الله سبحانه و تعالی میگه که شب بخیزین از من طلب کنین و دعا شما رو اجابت میگردانم. هر مشکلی دارین از الله طلب کنین، رزق و روزی میخواهین از الله طلب بکنین، بس سحر و جادو این کار رو نکنین. اینا آسودگی نمیبینین. به والله کاراتون چندین برابر زیادتر و بدتر میشوند. الله همه ما و شما را هدایت کنه و توفیق بندگی را عطا کنه و برای راست اهدنا الصراط المستقیم کنه که همه ما و شما مرنده هستیم، همه ما و شما میمیریم و بترسیم از اون روزی که از همه این کارهای کردگی ما خودمان سوال و جواب کرده میشوند. باقی در امان الله. السلام علیکم.